بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفس یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. خیلی ممنونم که اینجا اینو دارین دل میدین به برنامه خودتون یاد خدا. از برنامه گذشته از شب قبل ما گفتگومون رو ذیل یک عنوان و موضوع جدید شروع کردیم: عوامل تعالی و انحطاط جوامع و تمدن‌ها از نگاه آیات و روایات. کارشناس و متخصصمون هم آقای دکتر جهانگیری عزیز هستن که توی این نوبت از برنامه هم لطف کردن، قدم به چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام، خیلی خوشم. سلام دوباره خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. ممنونم که دوباره فرصت مرور بر آیات قرآن و نورانیت گرفتن از آیات قرآن را برای بنده فراهم آوردید. زنده باشید، محبت دارید. الحمدلله رب العالمین که هممون سر سفره قرآن کریم هستیم. اجازه میدین یه مرور کوتاهی داشته باشیم با آنچه که توی جلسه قبل فرمودین؟ بله. خدمت شما هستیم. یه خلاصه 1 دقیقه‌ای ملاحظه بفرمایید، برمیگردیم و گفتگومون رو شروع میکنیم. بله، همونطور که ملاحظه فرمودین، اولین عامل از مجموعه عواملی که باعث سقوط یا انحطاط یک جامعه شده در گذشته و خواهد شد، طبق در واقع اسناد قرآنی و روایات، آقای جهانگیری عزیز فرمودن که در گذشته ماندن هست. بسنده کردن، درست عرض میکنم، بسنده کردن در به گذشته میتونه عاملی باشه که مانع رشد و به کمال رسیدن ما در جامعه بشه. فکر میکنم با یک مقدمه‌ای شروع کنن، عامل دوم رو هم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما در گذشته نمانیم میتوانیم رشد کنیم و میتوانیم. انسان یک موجود متحولیه. انسان یک موجودی است که تغییر میکند. قطعا انسانی که امروز هست، من و شمایی که الان هستیم، با پدرامون تفاوت داریم و با اجدادمون تفاوت داریم. قطعا نسل بعدی هم تفاوت خواهد داشت. این وقتی اتفاق میفته که ما در گذشته نمانیم، نیاز انسان جدید رو بشناسیم، جامعه جدید رو بشناسیم. البته از سرمایه‌های گذشته برای زیست بهتر ما بتونیم استفاده کنیم. قرآن میگه کسی این رو مراعات کند میتواند تمدن خودش و جامعه خودش رو حفظ کنه، وگرنه در سراشیبی سقوط خواهد بود. قرآن به عامل دیگری اشاره میکنه، میگه این هم یکی از عوامل سقوطه. این هم یکی از عامل‌های جدی افتادن در سراشیبی بدبختی و پایان زیست یک جامعه و تمدنه و اون نادانی است. و قرآن میگه این جهل بسیار خطرناک است، مخصوصا اگر جهل لیبلی بگیرد به نام علم. آقای قوامی، یکی از مشکلات بشر این است که نادانی است، نمیداند و بر اساس ندانستنها چه اتفاقاتی در طول تاریخ برای بشر رقم خورده است. اونم برای بشری که فکر میکنه خیلی میدونه. و اتفاقا آفرین بر شما که بخشی از بحران بشر اینجاست که گاهی موقع جهل لیبل علم میگیرد در طول تاریخ. اجازه بدید به اتفاقاتی که چند روز پیش در دنیا اتفاق افتاد اشاره کنم. دنیا جایزه صلح میدهد، صلح نوبل، و این جایزه صلح رو حالا به کیا دادند اصلا من کاری ندارم که این افرادی که صلح نوبل گرفتن بعضیا چه خونهایی در تاریخ ریختن. بنیانگذار جایزه صلح نوبل یک سوئدی است و این مخترع اسلحه است. عجیب است در دنیا مخترع اسلحه صدای صلح شده است. او یکی از بزرگترین کارخانه های بزرگ دنیا رو تبدیل کرد به بزرگترین کارخانه تولید اسلحه در دنیا. چرا تمدنی شکست میخورد؟ قرآن میگه تمدنی که آگاهی نداشته باشد، ادراک به روز نداشته باشد، دانایی در آن جامعه به وفور یافت نشود، اون جامعه شکست میخورد. اون جامعه صدای شکستن استخوانهای خودش رو باید بشنود. و بدتر آن که شما ببینید جهل قالب علم گرفته، سلاح قالب صلح گرفته. اینها چگونه اتفاق میفته؟
چرا بشر امروز به جایزه صلح نوبل افتخار میکنه؟ چون برای بشر امروز جهل را در قالب علم بار میکنند. این خیلی خطرناک. و ما متاسفانه امروز با یک پدیده اینجوری در دنیا مواجهیم. شما ببینید در قرن 19 میاند مکتب سیانتیسم رو میارند، دانشگرایی یا علم تجربی و پوزیتیویستی رو میگند که هر چیزی که در قالب گزاره‌های پوزیتیویستی جای نگیرد اساساً این علم نیست. در قرن 19 در غرب قرآن میگه این تمدن‌ها شکست میخوره. در قرن 19 حتی گزاره‌های اخلاقی، عقلی و دینی رو میگفتن اینا گزاره‌هایی هستند که توان صدق و کذب ندارند، اساسا اینا بی‌معنا هستند، قابل ارزش گذاری نیستند. این تمدن چی شد؟ این تمدن آقای قوامی عزیز فقط 200 سال طول نکشید. امروز در همین غرب که من توفیق داشتم تو دانشگاه‌های اونها به عنوان معلم بودم، در جامعه اونجا زیست کردم، دارم میگم این غرب چنان برگشته امروزه حتی برخی گزاره‌های عجیب غریبی که برای ما باورش سخته اونها میپذیرند. روزی گزاره دینی نه، اخلاقی نه، گزاره عقلی رو هم میگفت گزاره بی‌معناست. من هفته پیش کره بودم، یه اجلاسی بود درباره صلح. یکی از در واقع سخنران اصلی که نخست وزیرا و وزرای خارجه و ما همه رو به صف کرده بودند که صحبت‌های او رو بشنویم، او اومد جانمایه صحبتش این بود که من یک خواب دیدم. بعد جالبه هی تاکید میکرد که این خواب نبود ها، این یک مکاشفه بود. و همه پا شدند دست زدند که او به این رسیده. من که تاریخ غرب رو خوندم میدیدم چی شده. غربی که دیروز گزاره‌های فلسفی، اخلاقی و فقهی و گزاره‌های دینی و حتی گزاره‌های عقلی فلسفی رو گزاره‌های بی‌معنا میدونست، امروزه اومده به تعبیر خودش به سوپرستیشن‌ها، به خرافات هم، به خواب هم نمره میدهد. به اینها نمره میده. چی شده؟ به خاطر اینکه غرب دیده آن نگاهی که دیروز به علم داشت که آقا هر چیزی که من میگم علمه، چیزی دیگه علم نیست، امروزه سقوط کرده، از این طرف بام افتاده و هر چیزی را که او باور دارد او علم است. یکی از چالش‌های امروز که تمدن غرب، ما گفتیم در این برنامه نمیخواهیم فقط قرآن را به مثابه یک تاریخ بخونیم، میخواهیم قرآن را به مثابه یک مدل حکمرانی و آینده پژوهی ببینیم که قرآن میگه هر کس این سنت ها را داشته باشد رشد میکند، هر کس این قواعد و مقررات را رعایت نکند رو به سقوط خواهد رفت. ما همین تمدن غربی رو امروز با این شاخص ببینیم، میبینیم تمدن غربی امروزه برخی از جهلها را به نام علم به خورد بشر داده است و بشر سکوت میکنه در برابر این. سلاح ساز را جایزه صلح میدهد و بشر باور میکند. آیا این تمدن از منظر قرآنی به پایانش نخواهد رسید؟ خود متفکرینشون اذعان کردن ما رو به زوالیم. یکی از کتاب‌هایی که خیلی جدیدی که در غرب منتشر شده، سال به نظرم 2020 منتشر شده، The Expired Date of America، تاریخ انقضای آمریکا. در اونجا همون اشاره کرده، این کتاب جزو کتاب‌های جدیده، اشاره کرده شمایی که میخواهید با این روایت خودتون علم را روایت کنید، با این روایت خودتون آزادی را روایت کنید، نویسنده یک فیلسوفه، یک نویسنده است که به نفع اونها صحبت میکنه. ایشون در واقع میگه شما اگر اینا را حل نکنید دارید به چاله میافتید. اون نگرانه، میگه من به عنوان یک دیدبان به حاکمیت کشور آمریکا میگم که مراقب باشید، شما به سقوط میرید. ببینید وقتی که شما برگردیم با آیات قرآن میگه آنجا که جهل باشد، آن جامعه که دانایی در آن کم باشد و جهل به وفور یافت شود، آن جامعه سقوط میکند. و بدتر آن که در جامعه به جهل قیافه علم بدهند، به ظلم قیافه عدالت بدهند و به سلاح لیبل صلح بچسبانند. میگه این جامعه
به زودی به سقوط خواهد رفت. اگر با این نگاه با آیات قرآن نگاه کنیم، قرآن میگه اگر میخواهید تمدنی باقی بماند، دانایی را در آن جامعه افزایش بدید، آگاهی را در آن جامعه رشد بدید. چیزی که امروزه در غرب اتفاق میفته، غرب به معنای فقط نه جامعه غرب، به عنوان یک تمدن حاکمی که از ژاپن و استرالیا و حتی آفریقا حاکمه، این هست که نمیخواهند بخشی از جهان به دانایی برسد. چرا نمیذارند بخشی از اندیشمندان دنیا به بعضی از علوم دست پیدا کنند؟ چرا هند را از علوم انسانی خالی کردند؟ هندی که یک زمانی دانشگاه علیگرد داشت، هندی که یک زمانی دانشگاه پونه داشت، در علوم انسانی حرف داشت برای گفتن، ولی از علوم انسانی خالی کردند و علوم انسانی را در دست خودشون گرفتند. چون او اتفاقاً، اگر حضرت علی مستحضر باشید، ما در برنامه قبلی عرض کردیم که قرآن میگه اینها سنت هایی هستند، هر کس این سنت ها را مراعات کند پیروز می شود و مراعات نکند شکست می خورد. در واقع یه سری فرمول و قواعد و قوانین هست که اگه تو و این در هستی جاری و حاکم است. اتفاق میفته. وقتی از جامعه هند میآید متفکران علوم انسانی رو میگیرد، وقتی متفکران یک جامعه رو هر جور شده از اون جامعه میقاپد و در سرزمین خودش از اونها میزبانی میکند، او یعنی میخواهد از اون جامعه مخاطب خودش دانایی را بقاپد. این مدل حکمرانی در غرب بیشک ریشه داره در آیات قرآن. یعنی اونها فهمیدن که هرچه ما بسامد دانایی را در حکمرانی خودمون داشته باشیم، هرچه تعداد و نخبگان اندیشمندان را از جامعه مخاطب خودمون حذف کنیم، آن جامعه سقوط خواهد کرد. و این که ما میبینیم از کشورهای مختلف در قالب‌های مختلف اندیشمندان خودشون، اندیشمندای اون سرزمین رو غارت میکنند و میبرند، آنها به دنبال سقوط تمدن اون سرزمینند. این تمدن میتونه هند باشه، این تمدن میتونه ایران باشه، این تمدن میتونه در آفریقا باشه و خوانش خودشون از دانش را در اون جامعه ارائه میدن. قرآن میگه مراقب این شاخص باشید. اگر دیدید تعداد دانایی در جامعه شما کم میشه، دانایان شما را میبرند، آنها به فکر دانایان شما نیستند، آنها به فکر سقوط جامعه و تمدن شما هستند و جامعه و تمدن شما رو به سقوط خواهد رفت اگر جهل در جامعه شما نمودارش رو به صعود باشد و دانایی سیر نزولی را طی کند. خیلی توی همین الان کلی آیه و روایات تو ذهن من اومد درباره توصیه به علم آموزی، دانش اندوزی، از گهواره تا گور، نمیدونم، خیلی. و از اونجایی که علم نوره، آیات سیرو، آره، آیات سیرویی که تأکید دارد که شما برای دانش اندوزی هم سیر افقی بکنید و هم سیر عمودی تا این معرفت ها را کشف کنید، هم از جانتان و هم از جهان. این که امام رضا فرمودن العلم سلطان، علم سلطان، علم قدرت میاره، علم نوره. داشتم فهم کنم خب طبیعیه وقتی علم نوره، خب نبودنش مساویه با تاریکیه دیگه. تو تاریکی چجوری میخوای راه رو از چاه؟ خیلی ممنونم. ما یه فاصله بگیریم، یکی از آیات نورانی قرآن کریم رو محضرشون باشیم و برگردیم و ادامه فرمایشات شما درباره همین عامل رو باز میشنویم و استفاده میکنیم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. داریم در مورد یکی دیگر از عوامل انحطاط جوامع صحبت میکنیم که نادانی است، جهل، که قرآن کریم هم خیلی بهش پرداخته، روایات هم همینطور. همین الان یاد آماتی فرمودن بزرگترین دشمن بشر جهله، نادانی است و امان از نادانی. بسم الله. اجازه بدید من آیه از قرآن رو هم نورانی بشه قلبمون بخونم. قرآن میگه یک قومی سقوط کرد و این تمدنشون پایان یافت و اینها تموم شدند. دال اصلی که اینها پایان یافتند جهل بود و جهل اینها را به این روز انداخت. امان از جهل. واقعا. بعد قرآن میگه یادتان باشد قصه جهل قصه
عصر پیامبر نیست، قصه تاریخ است. هر جا جهل بود آنجا پایان هویت اجتماعی یک جامعه و پایان هویت تاریخی یک تمدن بود. آمدند به موسی گفتند موسی، قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. اگه اونا خدا دارند تو هم برای ما خدایی بساز. خدا میگه این درخواست ها از موسی به خاطر این بود که آنها جهالت در بینشون موج میزد. قال انکم قوم تجهلون. شما قومی هستید که جهل در بین شما بیداد میکند. و این قومی که از موسی چنین درخواستی داشتند. ببینید درخواست ها دو حالت دارد. گاه شما درخواستتان برخواسته از یک معرفت آگاهی است و این درخواست شما را رشد میدهد. گاه درخواست شما برخواسته از یک جهل است. قرآن میگه درخواستی که از سوی جهل باشد، ببینید برای قوم بنی اسرائیل چه بلایی سرشان آورد. قومی که در قرآن مکرر از آن صحبت میکند، ولی قرآن میگوید یک عامل آنها را شکست داد و آن عامل جهل بود. این قاعده قرآن برای همه تاریخ است. مال زمان موسی نیست، مال امروز هم هست. در بخش قبلی توفیق بود عرض کنم که ما با ورژن دیگر و خوانش دیگر از جهل امروز مواجهیم و آن جهلی است که در قالب علم خودش را نشان می‌دهد. جهلی است که امروزه حکمرانان غالب دنیا اجازه نمیدند بشر به آگاهی دست پیدا کند. جهلی است که دانایی را از سرزمین ها میبرند و میخواهند در اون سرزمین ها دانایی نباشد. این که از یک سرزمینی سرمایه های معرفتی، آگاهی و نخبگان اونجا رو میبرند، یادمون باشد اونها میخواهند بر اساس این مدل آن تمدن رو به شکست ببرند. این نگاهی است که اونها در حکمرانی دارند. چقدر خوبه ما هم آیات قرآن را، من جلسه قبل خدمت حضرت علی و بینندگان عزیز عرض کردم این که در غرب درباره قرآن کار میکنند به دنبال این نیست که جامعهشون مسلمون بشه، شیعه بشه، به دنبال این هستند که از الگوها و شاخصهای قرآنی در حکمرانی خودشون استفاده کنند، در افزایش قدرت خودشون استفاده کنند. میبینند قرآن میگه جهل عامل سقوط است، علم و دانایی و آگاهی موجب افزایش قدرت هست و لذا میآیند در جوامع دیگه خطی میکشند که آنها به این سهم از آگاهی بیش از اون حق ندارن برسند. آنها باید تو این جهل بمانند. امروزه میاند قالب‌هایی را در قالب علم به بشر میآموزند و بشر را از یک معرفت دیگر باز می‌دارند. مثل آنچه که در قرن 19 عرض کردم برای بشر نوشتند، گفتند اونی که ما میگیم علم اینه، پوزیتیویستی، غیر این علم نیست. امروز هم تعریف میکنن علم یعنی چی؟ اونی که ما میگیم علمه، غیر از آنچه که ما شاخص تعریف کردیم علم نیست. هدف اونها چیه؟ هدف این است که دانایی را آنها تعریف کنند و اجازه ندند بخشی از دانایی رو بشر برسد. مثلا به نظرم علت گسترش این همه شبکه‌های تلویزیونی، این همه فیلم‌های هالیوودی، این همه فضای مجازی، این همه نرم افزارهای پیام رسان و حالا فضاهای مختلفی که هست، یکی از مهمترین دلایلش به نظرم همین فرمایش شماست. من کاملا با شما موافقم. اساسا بخش بعدی گفتگوی من رو شما با ادراک خوبی که از مسئله داشتید اشاره کردید. واقعیت این است که بست شبکه‌های اجتماعی برای این بود که بشر آنقدر پمپاژ آگاهی شود که اساساً به آگاهی درست نتواند برسد. آنقدر برای شما هرچه می‌خواهید در دسترس شما قرار بدهد، شما امکان انتخاب دیگر نداشته باشید. این شما می‌دونید تکثر آگاهی خودش جهل میاره. همینطوره. ما با تراکم آگاهی مواجه نیستیم، با تکثر آگاهی مواجهیم. شما هر چه بخواهید برای شما آماده در دسترس قرار داده. شما دیگه اساساً او رو به عنوان یک معرفت زلال و ناب میپذیرید. امکان نداره آنچه که گوگل به شما میگوید غیر اون را بپذیرید و بگید این نیست. بشر نمیتواند باور کند
و این سبب شده است که امروزه در قالب یک تحقیق، در قالب یک علم برای شما روایتی اتفاق میفته و هر جامعه‌ای، این که ما میبینیم در بیانات بعضیا میگن آقا غرب این همه رشد میکنه، چرا؟ رهبر حکیم انقلاب میگه که غرب تمدنش داره رو به سراشیبی میره. آخه این چطور ممکنه؟ غربی که این همه تحقیقات، همه چیز، شما فقط آب کافیه بزنید دنیایی از اطلاعات رو در اختیار شما قرار میده، مگه ممکنه این جامعه رو به سقوط بره؟ کسی که از دور میبیند، کسی که از بالا بر این جامعه اشراف دارد، میدونه که در این جامعه آنچه که به مردم عرضه میشود آگاهی و ادراک نیست، گاه جهلی است در قالب ادراک و اجازه نمیدند آنها چیزی دیگر رو بشنوند. من اجازه بدید یک بخش دیگر از آگاهی که بشر امروز محروم شده خدمتتون عرض کنم. میفرمایید. با پمپاژ آگاهی برای بشر از یک معرفت دیگر محروم شد و آن معرفت جان بود. بشر درگاه ورودی معرفتش دو جاست. یکی معرفت قرآن میگه سیرو فی الارض. بله. این سیر در زمین باید اتفاق بیفته. ما بریم در قالب کتابخانه ها، در قالب زمین شناسی، در قالب مطالعات مردم شناسی، در قالب های انسان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ شناسی معرفت را کسب کنیم. به این قرآن میگه این سیر افقی است. شما با سیر افقی میتوانید این معرفت را برسید. قرآن یک معرفت دیگر را میگوید و این معرفت رو بشر امروز کم دارد و اون سیر در کنار سیر افقی سیر عمودی است، در کنار سیر جهانی سیر جانانی است. و فی الانفس، قرآن میگه در درون شما هم دنیایی از معرفت ها هست. به تعبیر بلند امام علی علیه السلام، اتزعم انک جسم صغیر و فیک انطوا عالم اکبر. در وجود تو هم یک دنیا و یک جهان دیگری است که کشف نشده است و او باید کشف بشود. این برداشت منه. شاید خدا خواست برای بشر یاد بدهد بشر در جهل نمانید، دانایی را فقط در سیر و افقی پیدا نکنید. بخشی از ادراک و دانایی شما در جان خود شماست و آن را کشف نکردید و به خاطر همین پیامبر خاتم را مردی انتخاب کرد که حتی نوشتن بلد نبود. عجیبه. اما آن مرد دانایی برای بشر عرضه کرد که امروز در آکسفورد و کمبریج و هاروارد درباره حرفهای او مطالعه می کنند. او این معرفت را در سیر افقی پیدا نکرده بود. آنچه پیدا کرده بود در سیر انفسی بود. به تعبیر فلسفی تر صحبت کنم، بشر امروز به علم حصولی دست پیدا کرده. آگاهی های بشر در ساحت علم حصولی است، ولی از معرفت حضوری محروم شده است. راست میگی. بذارید جور دیگه با عبارت های معرفت شناسانه بگم. بشر امروز آنچه که از آگاهی به دست آورده آگاهی است که به مثابه یک دیتاها در مغز او جا گرفته. اما قرآن یک جای معرفت دیگری را هم میگوید و میگه این جای معرفت را هم دریابید. قلوب لا یفقهون بها. میگه در کنار مغز جایی هم دارید به نام قلب، آنجا هم پمپاژ کننده معرفت است و برای کشف اون معرفت باید درون خود را بکاوید. بشر امروز با این دنیای مدرن با جهل دیگری مواجه است. جهل بسندگی به علوم حصولی، جهل بسندگی به علوم مغزی، جهل با این هوش مصنوعی. شما ببینید همش علوم مغزی داره رشد میکنه. جهل بسندگی به سیر افقی. بشر از معرفت شهودی، از معرفت حضوری، از معرفت سیر جان محروم شده است. بدبختی برای اینم برنامه دارن اونا، یعنی تا یه ذره بشر میاد متوجه آسمان بشه، متوجه به معنا بشه، متوجه به درون
وجود خودش، به تعبیر شما جان خودش، انفس خودش بشه، اونا براش یه برنامه‌ای میذارن، شروع میشه عرفان‌های کاذب و نمیدونم داستان‌های این شکلی. یعنی عملاً با اون هم نمیخوان بشر به اون جام برسه، همون که قبل فرمودید علم اشتباه رو بهش بدن، بگن حالا این از مسیر اصلی منحرف بشه. اینجاست که ما میبینیم برای ماندگاری یک تمدن، اگر قرار است یک تمدنی بماند و باقی بماند، باید از قرآن یاد بگیریم. اگر جلسه قبل گفتیم به گذشته بسنده نکند، این جلسه هم میگوییم یک اتفاق دیگر رقم میخورد. بشر داناییش در دو بعد شهودی و حصولی